آهنگ جدید رجا رایش با عالیه انصاری، بخیلی و حسادت غزال نایت با رجا رایش. غزال نایت با رجا رایش چی رابطه‌ای داشته بود؟ اکنون رجا رایش کجاست؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. رجا رایش هنرمند جوان، موفق و ناماشنا در میان هنرمندان افغانستان است. رجا رایش کارهای هنری خود را 10 سال قبل آغاز کرد و در میان مردم نامش آوازه شد. رجا رایش پاپ میخواند. رجا شوهر اول خانم غزال عنایت بود. بعد از آن که غزال عنایت به کانادا رفت، از رجا رایش طلاق گرفت و رابطه‌شان از هم پاشید. رجا رایش بعد از جدایی از غزال عنایت دوباره ازدواج کرد و اکنون دارای یک فرزند می باشد. رجا رایش کارهای هنری خود را همیشه وقت ادامه میداد و علاقه فراوان اجرای آهنگ دوگانه با هنرمندان دختر خانم افغانستان داشته است. رجا رایش بعد از آهنگ جیگی جیگی با فرزانه ناز به شهرت هنریش افزود. اکنون رجا رایش خواسته با عالیه انصاری هنرمند دیگر کشورمان آهنگ دوگانه پشتو ثبت کند. خبرهای نشر شده از اجرای این آهنگ دوگانه رجا رایش با عالیه انصاری، حسادت و بخیلی غزال نایت خانم قبلیش را برانگیخته است و غزال نایت حرفایی که اصلا به شخصیت یک هنرمند نمیزیبد برای عالیه انصاری بیان کرده است. اکنون رجا رایش خارج از افغانستان زندگی می کند و مانند قبل به زندگی هنری خود ادامه داده است، ولی به هر صورت ما آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درود دیگر، بدرود.